دوستان خواهی یه بار دیگه برم. درود دوستان. ای خدا ای خدا ای خدا. آقا ارادت قربون شما، خیلی مرسی که ما رو مخلصم. دعوت. خب دوستان عزیز، به اولین اپیزود آناناس تاک خوش اومدین. ما این دفعه خیلی مهمان عزیز و مهمان به شدت ویژه‌ای رو داریم، آقای قربون آرمان شما. خان. ارادت. اگر میخوای یه معرفی دوستان کوتاهی. درود بر همگی. آرمان هستم. مرسی که محو جان منو برای دعوت کردید توی برنامه باشم به عنوان خیلی مهمان متشکرم. اول. افتخاری هستش واقعا. خوشحال قدم هستم فرمودید، که کنار محبت شما و کردید. دوستان در خانه بیرون و هر جای دیگه که هست باشم. با افتخار. مرسی، متشکرم. خب دوستان عزیز، ما این قسمت میخوایم در رابطه با اتفاقاتی که توی زندگی میفته و تایتل ویدیومون موفقیت‌های کوچیک اما اشتباهات بزرگ هستش صحبت بکنیم و یه مقداری در رابطه با اتفاقاتی که توی زندگی همه میتونه بیفته بحث کنیم. من میگم که خود شما کامنت ها رو بدید، ما پشت سر شما شروع میکنیم. خیلی مخلصم. کوچیک شما هم هستی. توی زندگی ما هممون خیلی اتفاقای بزرگی رخ میده بله. که باعث میشه کامل مسیر زندگی ما رو عوض بکنه. من مثال میزنم، من خودم داشتم برای پزشکی میخوندم که وارد رشته های دندون پزشکی بشم و اصلا مسیر زندگیم بره به سمت اینکه بخوام وارد علوم تجربی بشم. اما خب به یک جایی رسید که دیدم من خیلی علاقم نسبت به کامپیوتر و تکنولوژی بیشتر هستش و از اون ور تغییر رشته دادم. درسته که خب یه اشتباهی بود که من شاید 2.5 سال داشتم پشت سر هم دیگه تکرارش میکردم، اما خب بعد از 2.5 سال به این نتیجه رسیدم که باید تغییر رشته بدم و خب شاید این یک موفقیتی بود که خیلی کوچولو بود، اما به من این انرژی رو داد که بتونم در ادامه این مسیر با پشتکار بیشتر و راندمان بالاتری دنبال بکنم این قضیه رو. خیلی عالی. من هم یه شرایط شبیهی رو داشتم تقریبا، چون فقط تو ایران می‌خواستم قبول وکالت بخونم. البته یکم عقب‌تر بخوام برم، من تو ایران ریاضی شروع کردم دبیرستان، بعد می‌خواستم برم انسانی همیشه. بعد پدرم میگفتش که چون تو جوون هستی بچه نمیفهم، چون تو ایران تو باید مهندس بشی یا بری دکتر بشی. خیلی برای انسانی اون موقع حال خیلی جایگاهی نداشتش که ما اون حالا من نظام اولم بودم، دهم رو رفتیم جلو، گفتم میخوام برم انسانی، هنوز ریاضی بودم. پدرم گفت هنوز بچه هستی. ما 11 هم رفتیم، پدرم گفت تو هنوز بچه هستی. بعد ولی اون موقع یه فرق داشت که من المپیاد ادبیات میرفتم. بعد که رفتم و پدرم منو دید و فهمید چقدر علاقه‌مند هستم، اجازه داد که برم به سمت انسانی. که بعدش ما آقا بعد از سختی ها اینا، مثلا چون نظام جدید بودیم، دولت گفته بودش که تغییر رشته نمیشه کرد، یعنی 2 سال خوندی باید همونو میخوند. ما گفتیم نه و اینا. آقا صحبت کردیم تونستیم عوض کنیم. 3 ماه انسانی خوندم. بعد کارهای اقامت مکانات درست شد، تا خواستیم انسانی بخونیم اومدیم اینجا و الان دارم کامپیوتر میخونم و به طرز عجیبی با اینکه 4 سال کامپیوتر خوندم از رشتم اصلا خوشم نمیاد. یعنی دوست داری برگردی به همون انسانی؟ انسانی وکالت. و اصلا حتی الانش نظر میگرفتم که برای بعضی که آندرگرادم تموم شد برم به سمت دوره لیسانس تموم شد، برم دوره لیسانس تموم شد برم به سمت چیز لاسکول یا برم وکالت و اینا. چون خوبی اینجا که از هر رشته‌ای آدم میتونه لاسکول، فقط بعد برای وکالت بعد نمره خوبی داشته باشه که فکر کنم نمره خوبی نسبتاً دارم. نگاه متفاوتی بود. من تا حالا نشیده بودم نگاه متفاوت اینجوری نسبت به رشته‌های انسانی، چون معمولا توی ایران بعدی که وجود داره خیلی جو قشنگی رو برای دوره‌های انسانی و دروس انسانی و علوم انسانی کلا نمیذارن. نه متاسفانه. و بیشتر تاکید همیشه روی تجربی، بعد ریاضی و اصلا کلا نسبت به علوم انسانی اون نگاه نیست. یا مهندسی یا دکتری، یا مهندسی یا دکتری و ما بینش همیشه میگن خوب نیست. نه مثلا هنریاره که خودتون بهتر میدونید چه جوری باش رفتار میکنند و انسانی هم که همانا. دقیقاً. و خب این قضیه یه مقداری متاسفانه توی ایران اینطوری شکل گرفته. البته بیشتر میشه گفت توی خاورمیانه، به خاطر اینکه توی کشور خاورمیانه اینطوری هست، اما در صورتی که توی کل دنیا توی رنکینگ‌ها و توی ترازها که نگاه میکنن مردم و خب بالاخره دانشمندا تحقیق میکنن، میبینن که همیشه تاپ ترین ها از نظر منبع درآمد و از نظر محبوبیت توی رشته خودشون بیشتر اکثرا همه رشته‌های انسانی هستن، بعد رشته‌های تجربی و رشته‌های ریاضی. خب خیلی عالی. حالا که داریم در رابطه با دانشگاه صحبت میکنیم،
دوست داری بری به سمت وکالت، اما چرا؟ چه موفقیتی رو درش میبینی؟ همیشه علاقه من بودم، همیشه از بحث، نخواهم بحث کردن لزوما، ولی از اینکه با یک کسی یه صحبتی بکنی، به یه نتیجه برسی که نتیجه مورد مطلوب خود هست، خوشحالی. من متأسفانه وکالت جذب می‌کرد، اون بحث کردناش، بحث‌های دوستانه 100%، ولی همیشه برام جذاب بوده. این در واقع تحلیل کردن و شکافتن یه مبحثی دقیقاً. برات قشنگه. که چه حرفت جالب. رو بتونی به کرسی بشونی و نشون بده که میتونی تو از اون موضوع به اصطلاح برنده یا موفق خارج بشی. کاملا. چقدر قشنگ. خب این نکته هم بگم، پدرم واقعا کار درست میکرد، چون توی ایران انسانی اونقدر آینده نداشتش. درست. چون موقعی که سمی گفتش برو ریاضی، حرف درستی میزد، چون تو ایران هم که خودتون منشن کردید، ریاضی و هنر امکانی که بتونی موفقیت برسی خیلی کمتر است خیلی متاسفانه. کمتره، آره. ولی از اون ور رشته‌ای مثل انسانی هنر معدود افرادی بودن و من حتما که هنوزه تشکر میکنم از پدرم که منو هل داد به اون سمت، ولی یکم بازیگوشی خودم بودش که به سمت انسانی منو برد. ولی در نهایت علاقه شخصی، نظر منه، فکر میکنم خیلی مهم باشه که آدم به کدوم سمت میتونه موفقیت بیشتری به دست بیاره. اگه مثلا علاقه داشته باشه آدم که بخواد مباحثه کنه، خب این نزدیکترینش میشه وکالت. و البته شاخه‌های زیادی که خود وکالت داره. بله. خودتون چطور؟ ایران چی خوندید الان؟ من ایران کنکور ریاضی دادم. درست. علاقه هم مثلا کلا توی ریاضیات و اینجور چیزا بود. و خب خیلی دوست داشتم منم تحلیل‌های البته به سبک ریاضی و منطق دوست داشتم انجام بدم. درست. اما خب توی ایران من اصلا کلا دنبال روی مهندسی کامپیوتر و مهندسی نرم افزار نبودم. بیشتر دوست داشتم برم سراغ مهندسی صنایع یا مثلا رشته‌های مهندسی ساختمان و راه و اینجور چیزا، جای پدر خودم بذارم و برم جلو. اما وقتی که اومدم کانادا یه مقداری احساس کردم که شاید دستم بازتر باشه توی اینجور علاقه ها و خب خانواده پدر من خیلی تاکید داشت که برای رشته پزشکی برم جلو و خب همون مسئله پدر ایرانی که بله. البته خب قطعا خیر و صلاح آدم رو میخوان، ولی خب من رفتم جلو، دیدم که من پزشکی نخواهم شد که در واقع اون احساس خوب و اون حال خوب رو به بیمار یا به افرادی که باشون در تماسم بدم و به این نتیجه رسیدم که برگردم برم سراغ علاقه خودم. علاقه خودم هم همیشه از بچگی و کودکی کلاً کامپیوتر، راه حل و دنبال جواب درست برای سوالایی بود که همیشه برام پیش می اومد که فقط و فقط توی رشته‌های کامپیوتری و بیزنسی اینطوری پیدا میشد. برای همین رفتم به سمت رشته کامپیوتر ساینس. این چیزی بود که من انتخاب کردم. بعد یه سوال در اون صورت، شما گفتید که تو ایران سمت مهندسی صنایع و معماری اون سمتا بودی، پس چرا الان سمت مهندسی نرم افزار رفتی؟ دلیل خاصی داشت؟ توی ایران تنها راه حلی که پیدا می‌کردم که بتونم در واقع یک موفقیتی از جنس شغل، از جنس موقعیت اجتماعی پیدا بکنم، اون چیزی بود که تعریفایی بود که من میتونستم از جامعه بگیرم. اما وقتی خب این جامعه عوض شد و فهمیدم که اونقدری موقعیت اجتماعی بولد بودن و حساس بودنش بزرگ نیست نسبت به ایران و خب اون چیزیه که دیگه خودم دستم بازتره و میتونم خودم رقم بزنم. برای همین رفتم سمت این که برم علاقه خودم رو دنبال بکنم و در نهایت برم سراغ چیزایی که دوست دارم سلکت بکنم و انتخاب بکنم. چقدر فوق‌العاده. این اتفاقی بود که من رقم زدم و خب به نظرم میتونه یه موفقیت کوچیکی باشه در مقابل اشتباهی که انجام داده بودم. آیا این رو اشتباه میبینید که 2 سال یک رشته خوندی که بلتا نبود یا به عنوان یه درس زندگی؟ چون بعضی چیزا قابل کنترل نیست. من کاملا با صحبت شما موافقم. کلا به نظر من پشیمونی و اشتباه، از نظر من که من میگم اشتباه بزرگ، موفقیت کوچیک، اشتباه دقیقاً همون درسه. اگر من نمیرفتم به سمت بایومدیکال ساینس و میخواستم درس پزشکی رو بخونم و برم جلو و زمانمو بذارم، شاید هیچ وقت نمیفهمیدم که من واقعاً برای پزشکی ساخته نشده بودم. شاید اشتباه نباشه، بیشتر مسیر زندگی، مسیری بود که به من درس داد. دقیقاً همون اتفاقی که برای خود شما افتاد توی رشته ریاضی و انسانی. ولی مسیر طولانی هست، بعضیا 2 سال. زندگی آدما به نظر من مثل یه دفتر میمونه که ما یه سری
جملات توی هر صفحه نوشته. این جملات رو وقتی میخونیم تا زمانی که یادش نگیریم برمیگرده سر خط، سر اول جمله و تا زمانی که اینو نفهمیم به نظر من همین اتفاق، همین تکراره میفته. حالا نگاه آدمو متفاوته. نگاه خودت نسبت به اینکه رفتی به سمت انسانی 3 ماه تجربهش کردی و الان اومدی به سمت کامپیوتر ساینس و شاید در آینده بخوای برگردی به حقوق چیه؟ به نظرم تصمیم میگیری که در لحظه براش بهترینه. بر فرض مثال من تو ایران که 2 سال ریاضی خوندم، اون لحظه تصمیم که در لحظه برام بهترین بودش، که بعدش مثلا 2 سال خوندم فهمیدم که شاید اون توی طولانی مدت برام کار نکنه، همیشه اولویتاشو در حال حاضر میده. یه مثال ساده، ما میدونیم نوشابه بده، هیچ وقت کس نمیگه نوشابه چیز خوبیه، ولی اونم نوشابه میخوره، اون لحظه حالشو میبره، حالا یه هفته دیگه میخوره، هر روز میخوره و طولانی مدت میگه اوکی دیگه خوب نیست، نوشابه ضرر داره، حالا سرطان داره، شکر داره، حالا هر چیزی که داره. فکر کنم همین رو هم من اون موقع میتونستم بگم. مثلا من الان 4 سال ریاضی خوندم و اون لحظه خب حالا میگم ریاضی مثلا رشته کامپیوتر ساینس که همون کامپیوتری نرم افزار، که در حال حاضر یا حتی همین الانش هم برام خیلی موفقیت آمیز بوده. تو رشته خودم دارم کار میکنم، به نظر خودم تقریبا شو گفت موفقم برای سن خودم، بعد در حال خودم. ولی خب دفعه کنم توی طولانی مدت 5 سال دیگه 10 سال دیگه آیا این مسیری هست که میخوام ادامه بدم یا نه؟ چون من الان میتونم بگم موفقیت آمیزه برای خودم، آدم موفق خودم رو میدونم، چون دارم کارمو میکنم، دوستام رو دارم، دانشگاه هم رو دارم و همه چیز اون مسیری هست که میخوام باشه و برای موفقیته. ولی آیا توی طولانی مدت هم همین دید رو خواهم داشت و کم شک دارم و برای همین شاید لزوما وکالت مسیر من نباشه. شاید من وکالت رو مثل همین الان برم و بگم من موفقیت توی وکالت نمیبینم، توی شاید شبیه مثلا بیزنس ببینم. تعریف موفقیت برای تو چیه؟ یعنی چه جوری تعریف میکنی موفقیت رو؟ چه زمانی میفهمی که تو موفق شدی؟ میگی آخیش یه نفس راحت میکشی، میگی خب الان دیگه؟ فکر کنم شخص به شخص و سال به سال متفاوت بشه. بر فرض مثال مثلا من 4 سال پیش یه کار میکردم، این مینیمم ویج بود. مینیمم ویج فکر کنم ساعتی $15 تقریبا، ساعتی حقوق پایه $15 $15 داشتش. برای اون موقع من میگفتم که $15 داشتم من یک دونه ساندویچ بخرم که میشه یه ساندویچ از رستوران سابوی که بود $15. من موفقه میدم بر فرض مثال اگه حقوقم $30 باشه با 1 ساعت کار میتونم 2 تا ساندویچ بخرم. درست. من از من 4 سال پیش میپرسید موفقیت تو چی میدونستم که با اون 1 ساعت کار کردم چند تا میتونم ساندویچ سابوی بخرم. به طرز عجیب اون سابوی خیلی دوست داشتم، همش میگفتم سابوی و من موفقیت اون سابوی خریدنه بود. ولی در حال حاضر با دیدی که دارم میشه گفتش که دوستامو دارم، بقیه بهم اطمینان دارن، سر کارم رو دارم، سر کارم منیجرم به من یا همون مدیرم من اطمینان داره، به هم پروژه میدن، انجام میدن، تموم میشه پروژه های بعدی. وقتی میام خونه خوشحالم، میگم روز مفیدی داشتم، بر فرض مثال کارمو کردم، مثلا حقوق میگیرم، با حقوقم در میرم تفریح میکنم و انقدر یک فکرم کلمه منترش اینکه استیبل هستم. درست. میدونم که بالانس زندگیم هست، دریافتش کردی. الان داری در حال حاضر توی زندگی میدونی داری چیکار میکنی، اصلا مسیرم مشخصه. من میتونم بگم که شاید این حس رو تو ایران نداشتم. خیالت راحت؟ الان من خیالم راحته، میدونم فردا قرار نیستش همه چیز عوض شه، قرار نیستش که همه چیز به هم بریزه، که همه چیز ثابتی هستش که به اصطلاح اگه یه چرخی باشه چرخش داره میچرخه. من از شما یه سوال میپرسم، کمی نامرتبط ولی یکم ربط داره. داستان علم و ثروت که قطعا همین که شنیدن. حالا شمایی که الان کانادا هستید، درستون رو خوندید، کارگری میکنی، نظر راجع به این چیه؟ و به نظرت جوابی که میده با شروع کنی با 4-5 سال پیش همین بوده یا نظر تو عوض شده؟ قبل به 4-5 سال قبل که بیای کانادا منظورم هست. 4-5 سال پیش همیشه میگفتم علم، الان میگم اشتباه این دوتا رو در مقابل هم دیگه قرار دادن. چقدر جالب، چرا نشده بودن؟ چون به نظر من ارتباطی با هم دیگه اصلا ندارن. مثل این میمونه که به من بگی که الان من میخوام از اینجا برم دانشگاه، سوار مترو میشی یا اتوبوس استاپ‌های بیشتری داره، ایستگاه‌های بیشتری رو وای میسته. مترو ایستگاه‌های کمتری رو وای میسته.
از نظر زمانی هم دوتاشون تو یک زمان منو میرسونن. بازم ربطی به هم نداره، من هر کدومو که بخوام میتونم انتخاب کنم برم. ولی قبلا فکر میکردم که اگر توی مترو بشینم سریعتر میرسم، چون جایی رو نمیبینم، همش فکر میکنم در رفت آمده، در سرعته. برای همین به نظر من کنار هم قرار دادن علم و ثروت اشتباهه، چون تو میتونی ثروتمند باشی اما به قدری آدم نادانی باشی که اون ثروته فقط تبدیل بشه به ناآرامی تو. ولی میتونه آدم به شدت دانایی باشی و ثروتمند نباشی ولی بسیار خوشبخت باشی و موفق باشی. و برعکس میتونی انقدری آدم دانایی باشی که این دانستنه باعث بشه تو عذاب بکشی. دیده منطقی هست. من اینجوری بهش نگاه میکنم. خب یه سال دیگه اگه تو میتونستی موفقیت رو توی یکیش ببینی، میگفتی من موفقیت رو توی ثروت میبینم یا توی علم میبینم، یا کدوم رو بیشتر؟ میدونم گفتی خیلی شبه رفت نشدم، ولی تو کدوم احساس می‌کنی حس بهتری میگرفتی؟ توی کدوم حس بهتری به نظر من ثروت. من ثروت رو انتخاب میکردم. به نظر من ثروت شاید خوشحالی نیاره ولی ابزار خوشحالی رو میاره. من با ثروت میتونم خیلی کارو بکنم. حتی ثروت ابزار خیلی خوبیه. البته ثروت خیلی مهمه که ما واژه ثروت رو داریم میگیم یا از ثروت منظورمون فقط پوله. ثروت مگه فقط پول نیست؟ یه آدم میتونه ثروتمند باشه ولی واقعا نظر مالی توی تنگ‌دستی باشه، یعنی اصلا نتونه حتی از پس هزینه‌های روزمره زندگی بر بیاد ولی خیلی ثروتمند باشه. چطوری ممکنه؟ من سوال شد. خب ثروت خیلی تعاریف متفاوتی داره. مگه ثروت فقط توی پول نیستش؟ به نظر من نه. ثروت میتونه اعتبار باشه، ثروت میتونه عشق باشه، ثروت میتونه داشتن یک خانواده سالم باشه، ثروت میتونه اینکه وقتی آدم از سر کار خسته و کوفته میره خونه، لباسشو میندازه روی مبل، میخواد بشینه پای تلویزیون رو روشن بکنه، هر چقدر پولدار باشی اون تلویزیونه بهترین برند ممکن باشه، نمیدونم رو مبلی که نشستی چرم خیلی خفنی باشه، دستساز باشه، با ماشینی که اومدی خونه خدمتکار ازت کتتو بگیره، اما همه اینا رو چندین لول بیار پایین‌تر، وقتی که میای خونه یه همسری کنارت باشه که وقتی میای میشینی تمام خستگی که تو وجودت هست و قدردان باشه که داری زحمت میکشی، نه به خاطر اینکه منتی باشه سر اون همسر، اما میفهمه تو داری برای علاقت، برای زندگیت جنگی. این میشه به نظر من خانواده داشتن. ثروت تعاریف زیادی داره ولی از نظر بین علم و ثروت منظور من از پول، خب قطعا اگر قرار باشه 100% بین یکیش انتخاب بکنم، من پول رو انتخاب میکنم، به خاطر اینکه آدم نادان و پولدار شاید یه موقع‌هایی خوشحالتر از آدم دانا و بی پول باشه. همونطور که میبینیم حالا توی زندگی روزمره‌مون زیاده. کاملا درست. یه جالبی بود. فکر نمی‌کنم که ثروت رو به شخص چیزی به جز پول میدیدم. شاید من به اون کلمه ثروت رو من برای اون نذارم، ولی زندگی خوب داشتن، مثلا بر فرض مثال میگم همون میگه بر فرض مثال میای خونه مثلا همسر دوست هر کسی یه چای برات میریزه، اون ثروت پولی نیست ولی ثروت موفقیت آمیز. من شاید مثلا من موفق بودم که تونستم یک شخصی با من باشه که من از تو زندگی اون شخصم باشه من خوشحالم و اون هم از اینکه من باشم اون خوشحاله. جفتمون خوشحال هستیم تو رابطه دوستی که داریم. حالا میتونه هم رابطه دوستانه باشه، عاشقی باشه و حالا هر رابطه دیگه. درست. من اونو حتی میتونم موفقیت ربطش بدم. یعنی فکر میکنی که اون یک موفقیت بزرگیه؟ آره. در مقابل موفقیتایی که آدم تو زندگیش به دست میاره. حالا مثلا میگم شاید حالا نخوام اون شخص به خاطر پول من با منه، ولی به فرض مثال من اگه یه کار خوبی داشتم که اون شخص رو بتونه خوشحال ترش بکنه، به فرض مثال این شاید برای من اون کار خوبی موفقیت کوچیک باشه ولی اون شخص با من باشه موفقیت بزرگه. حالا نخوام اون شخص به خاطر پول با منه ولی اون شخص به من بیشتر تمایل پیدا میکنه. حالا کار نلزوما باشه، اینکه چی بگم، مثلا کارم work from home باشه، از خونه کار میکنم، اینکه خونه باشم برای اون خوشحالی میاره. شاید اگه کارم هزار میرفتم سر کار شب میومدم اون از اون موضوع ناراحت بود. شاید اینکه فقط توی خونه کار کردن موفقیت کوچولی برای من باشه ولی چون شخص فقط با من هست اونو داره میبینه و میتونیم با هم بیشتر تایم بگذرونیم، حالا هر چیزی به موفقیت بزرگتر برسیم که میشه آسودگی خاطر،
و حالا خیلی چیزهای دیگه. خیلی هم عالی. اینو موفقیت میذاری محبوب جان یا نمیذاری؟ من به نظرم میتونه جزو کتگوری و شاخه موفقیت باشه. اتفاقا من خیلی با این قضیه موافقم. ببین من اینو جای موفقیت میتونم بذارم، فقط بحث اینجاست که ماجرای ثروت از نظر من چون خیلی پهناور و گسترده است، اتفاقات زیادی رو در بر میگیره که خود من شخصا به نظرم ثروتمند بودن موفقیته. مثال میزنم، یه نفر میتونه از نظر خودشناسی خیلی ثروتمند باشه، یعنی انقدری خودش رو بشناسه که مثلا اگر تو یک رابطه عاطفی هست از ناآگاهی نسبت به خودش طرف مقابلش رو که با تمام وجودش دوست داره و میپرسته اذیت نکنه و بعداً بار پشیمونی به بار بیاره و مجبور شه بره مثلا عذرخواهی بکنه، بگه عذر میخوام و بعداً آگاه بشه با آسیب زدن به یک نفر دیگر که خیلی هم دوستش داره. یک اشتباه بزرگ تا یه حدی میشه یک اشتباه بزرگ. با حرفات موافقم، ولی بعضی وقتا یک مشکلی پیش میاد به نظر من. مثلا میگی که یک شخصی باشگاه میره، حالا سلامتی روان بهتری داره، سلامتی فیزیکی بهتری، توی طولانی مدت برای شخصش بهتره. درست. ولی برای مثال میگم من الان میخوام برم باشگاه، از اونورم میخوام یک شخص رو ببینم که من برنامه چی تو، بعد انتخاب بکنم که آیا من باید برم باشگاه حالا یا برم دوستم رو ببینم. هر کدوم به نوع خودشون موفقیتن و از اون یکی اون یکم نرم اون یکم میشه اشتباه تا یه حدی. باشگاه میرم، اشتباه اینه که دوستم رو نمیبینم، شاید ناراحت بشه، یا برعکس دوستم رو میبینم باشگاه از من، شاید از اون ور حالا باشگاه نرم، حالا یه بارش که چیز پیش نمیاد ولی خب جمع میشه دیگه. درست. مثلا وقتی که آدم توی اون دو راهی که گیر میکنه اون موقع باید تصمیم بگیره. مثلا حالا این موضوع کوچیک‌ترن، توی طولانی مدت تأثیر کمتری انتخابش میذاره، ولی خب هر چی که میره اون انتخابات بزرگتر میشن، مثلا دو راهی بزرگتر میشن. یه مثال ساده که مثلا تو ذهنم هستش، مثلا ما داریم یه پروژه رو انجام میدیم که مثلا درگیر باش دانشگاهم، دوستام، یه پروژه خیلی بزرگی هستش که من دارم به یه گروه اشخاص سر داستانی کمک میکنم و اینا، که خیلی چیز خوبی هم هستش، خوشحالم کاری میکنم اینا. ولی من دارم میکنم، من دارم از درسم میافتم، دارم از کارم میافتم. خب از اونورم میگم خب که این اشخاصی که دارن کمک میکنن خیلی بیشتر اون رو احتیاج دارن، ولی از اون مثلا میگم نمرات کمتری میگیرم. همین ماجرایی که میخوای کمک کنی به دانشجوهای بین‌المللی، این خودش برمیگرده به علاقه تو نسبت به وکالت. اگر دقت بکنی پیگیری تو، اسناد جمع‌آوری کردن، صحبت کردن، گپ زدن، ثابت کردن و خب این برمیگرده به علاقه تو. فکر میکنم اطرافیان تو هم اینو بتونن درک بکنن و متوجه بشن. خب بحث این گره که خب من الان دارم به یک اشخاصی یا گروهی دیگه کمک میکنم، آیا این به زندگی من ولی داره، خب نخواهیم حالا لطم شد کلمه اشتباهیه، بیشتر داره از کارهای روزمره خودم منو میگیره. یه سوال ازت بپرسم، تو همیشه عاشق این بودی که بری وکالت رو تجربه بکنی و ببینی اون طرف داستان چه خبره؟ تو به این فکر نمی کنی که شاید خدا مثلا یه جوری این رو برای تو فراهم کرده، به جای اینکه برداری بری گریجویت بشی، فارغ التحصیل بشی، بری انتخاب رشته بکنی، بری وکالت توی مدرسه وکالت، دوباره یک زمانی بذاری درس بخونی و بیا بری توی دادگاه و مسیر رو طی بکنی، بعد از 8 سال 9 سال تازه بفهمی که میخوای یا نه، شاید یه حالت اتفاق کوچولوتر اون رو توی مقیاس کوچیکتر خدا برای تو گنجونده که این رو بری جلو بفهمی، هر چند قرار زمان تو رو بگیره، از نظر درسی کمتر به درست برسی، از نظر زندگی روزمره شاید تایم کمتری داشته باشی به اتفاقات روزمرگی خودت برسی، اما این رو برای تو گذاشته که تو اینو تجربه بکنی، بعد از این ببینی که احساس چیه. 100%. واقعا یه موفقیت کوچیک رو برای تو گذاشته که به دستش بیاری. حالا موفقیت کوچیک چیه؟ اینه که تو پاشی بری با وکیلا صحبت بکنی، اطلاعات لازم رو به دست بیاری، امضا رو جمع بکنی، بعد بری توی دادگاهی که قراره با دانشگاه باشه صحبت بکنی، اتفاقا رفت و آمد تا به نتیجه برسه. وقتی به نتیجه برسه میشه موفقیت آقای آرمان خان. البته اینو که خیلی ریزی با حرفات کاملا موافقم، ولی احساس میکنم موفقیت شخص نیست،
موفقیت ما هستش. حالا چون اینکه اصلا من دارم یه جاشو کمک میکنم، شاید سعی زدم بیشتر، حالا تا یه جای وقت میذارم، ولی چیزی میگم اگه آخرش که موفق بشیم این میشه موفقیت ما. آفرین. و فکر کنم همون از اون حس خوبی میگیرم، هم که مثلا تونستم با خیلی آشنا بشم. مثلا با خیلی دوستانی که حالا اگه دیدید سلام بهتون، با خیلی ها میدونم اصلا باشون مکاتبه میکنیم، شاید حالا قرارستم باشون صحبت نکرده باشیم، تکس، وایس، با حالا حتی ایمیل حتی مثلا من همین قبل از برنامه ایشون داشته یه 4-5 تا از این داکیومنت ها رو بالا پایین می‌کرد که ایمیل کنه. خیلی خوش می‌گذره. مثلا چه فکر نمی‌کنم بیام به یه پارلمان ممبر هم عضو مجلس کانادا چقدر بیام ایمیل بزنم. هیچ وقت فکر نمی‌کردی اصلا وارد اینجور لول‌ها و مرحله ولی از اون موفقیت کوچیکی که میخوام به یک گروهی کمک بکنم داره به من به خیلی درهای دیگه باز میکنه که شاید توی طولانی مدت باعث من به یه اتفاقات بهتری برسم. شاید اصلا فردا روزی که وارد مدرسه وکالت شدی و تصمیمتو گرفتی که بری تو این راه و وقتی فارغ التحصیل شدی دیگه خب یه سری شماره ها رو داری. آره. به صورت به این لحظه یاد میکنم که چی باعث شد توی این مسیر بیفتم. دقیقاً. چون تا قبل از این هم میخواستم تا برم مستر بیزنس بخونم و الان شاید کلا عوض بشه، ولی خب شاید اصلا علاقه یه قلقلی بکنه، یه ذره به جوش بیاد، بگه نه الان درسته، این کششه زیاد بشه و ببرت تو این مسیر. این چیزی که همیشه تو ذهنم تو ایران هم بوده، وکیل بین‌الملل بوده. وکیل بین‌الملل حالا اگه تعریفش رو من درست بدونم، خیلی وقت بود سمت وکالت نرفته بودم، این بودش که مثلا من نماینده، اگه کاملا شاید اشتباه باشه و هنگ اشتباه بود لطفاً توی کامنت با ما دوست باشید، این بودش که من وکیل یک کمپانی هستم یا یک فرمی به اصطلاح کار میکنم و اینا، و من از اگه خارج از کشور باشه من میرم، از طرف صحبتاشون از طرف من هستش. اگر باشه قراردادی امضا بکنیم، من قرارداد اونا رو همونکشون گفتید قرارداد رو میریم صفحه آخر امضا میکنیم. اون کار منه که بیام اونا رو کامل بخونم، یه چیزی باشه که بهترین حالا سود هم برای کمپانی خودم باشه و هم که طرف مقابل راضی باشه. درست. فکر کنم تعریف بین‌الملل همین بود، شاید کاملا دارم اشتباه میگم. یعنی در واقع وکیل حقوقی یک شرکت بین‌المللی تقریبا که مثلا هم میتونه هم خارج کشور باشه، خارج داخل یا خارج از کشور باشه، ولی خب معمولا برای کمپانی های بزرگتر هستش. کمپانی کوچیک‌تر خیلی اینجوری نیستن، خودشون معمولا این کارو انجام میدن. در کمپانی بزرگتر یک مدل نماینده شخصی که میره و از طرف ایشون کار حقوقی انجام میده. ولی خب از اونورم همیشه دادگاه رو دوست داشتم. حالا نه لزوما کیس های جنایی نه لزوما، هستن کیس های شاید یکم ملوتر، دوستانه تر، شاید حتی چیزای خانوادگی، شاید چیزای کیس خانوادگی دوستانه تر، شاید نه به اون شدتی که خیلی جنایی یکی مرده بعد دفاع بکنه، خیلی علاقه من نبوده. ولی خب تو سمت وکالت هر چیز ممکنه باشه. من متوجه شدم هر سمتی بخواد میره میشه اون سمت رفت. وکیل حقوقی بین‌المللی. احساس میکنی چجوری میتونی از اشتباهات بزرگ برای حالا اون کمپانی یا فرمی که گفتی جلوگیری بکنی و یا چه موفقیت‌هایی رو به دست بیاری داخل اون حوزه؟ این نکته هستش که آدم چقدر نمیتونه نظر من اشتباهات رو صفر کنه. آدم میتونه اشتباهات رو کم بکنه. من میتونم از مثلا یا برفرض مثال میگم من میخوام یه کاری میخوام چه میدونم استیک درست کنم، این ساده، مثلا نمک رو اولش بزنم یا نمک آخرش بزنم. درست. اما که امتحان نکنه نمیتونه یاد بگیره. میتونه آدم بره بپرسه، حالا تجربه شاید خیلی تجربه باشه، امتحان بکنی و یه چیز یاد بگیری. حالا بعضی تجربه ها ممکنه دردناکتر بدتر باشن، بعضی تجربه ممکنه از اینکه غذات نمیدونم گوشت استیک سفت میشه یا شل میشه باشه. چون گفتش که فکر کنم نمک اولش بزنی استیک گوشت سفت میشه. من کسی من گفتم تا انجام میدم. آب گوشت میگیره. اون دیگه حالا ما میگیم باش. ولی اینکه احساس می‌کنم موفقیت اولی که سعی کنه یاد بگیره و قدم کوچیک برداره، چون مقصد اگه تو اون چیزی که وارد شده خیلی شاید ناآشنا براش باشه، قدم کوچیک یاد بگیره، سعی کنه ریسک کار رو بیاره پایین. هرچی بیشتر رفت آشناتر شد، باز هم با اینکه زمینه اینکه هنوز میشه اشتباه کرد بره جلو.
ولی بدونین که اگه اشتباه کرد چطوری میتونه جمعش بکنه. مثلا وکالت، خب شما که اشتباه بکنید، مثلا وکیل جنایی هستن بر فرض مثلا اون شخص میره زندان، خیلی نمیتونم بگم اشتباه کردم، خیلی آپشنش نیست. آدم باید قبل از اینکه به اونجا برسه جلوگیری بکنه. حالا درست. میتونه این باشه از یکی یاد بگیره، بپرسه، بخونه، هر چیزی. آدم وقتی که اون نقطه رو رد بکنه، آدم به موفقیتش میرسه. اشتباهش اینه که شاید حالا متاسفانه یه کاری کرد اون شخص خود من یکی رفت زندان، با اینکه بدترین حالت ممکن. ازش یاد گرفتم که مثلا میگم اگه یه چیزی شبیه داشتم چجوری رفتار کنم، یا اگه اصلا دیدم اون کار برای من نیست حتی سمتش نرم. چجوری میشه اینو شبیه سازی کرد؟ چون مثال میزنم توی حوزه فایننس کسایی که تریدر هستن، کسایی که در واقع داد و ستد سهامی میکنن اکثرا، یا حتی رمزارز و کریپتوکارنسی میرن جلو، این دوستان یه سری اپلیکیشن هایی مثل بازی هست که به صورت لایو و به صورت زنده داره این اپلیکیشن ها و نرم افزارهایی که واقعا این کار را با پول واقعی انجام میدن انجام میده. میری بازی میکنی، لاش میکنی که سهامتو بیشتر بکنی. چجوری میشه این رو توی حوزه وکالت به دست آورد؟ چون چیزی که گفتی یه مقداری اشتباه بزرگش یه مقداری ترسناک هم هست، چون اگر در بدترین حالت اگر تو برنامه بازی هم نباشه، توی نرم افزارهای مثلا واقعی باشه، سهامی رو بخری پولت رو از دست میدی. اما اگر به اشتباه یک وکیل، یک فرد واقعا بیگناهی به زندان بیفته، اعدام بشه، خب این خیلی ترسناکه، چون جون اون آدمه، زندگی اون آدمه و لحظه به لحظه عمر اون آدمه که همونطوری که ما میخوایم تجربه کسب بکنیم، یاد بگیریم، اونم میخواد تجربه کسب بکنه، ولی به جای تجربه زندگی خودش قرار تایمشو توی زندان بگذرونه. خب اینو چجوری میشه شبیه سازی کرد یا جلوگیری کرد؟ من فکر کنم وکالت و همین دکتر بودن، مدیکال، خیلی شبیه هم دیگه است. درست. حالا تو کیس وکالت میگم، حالا یه شخصی بعد یه جریمه‌ای باید بده، زندان میره، حکم مختلف، حالا بستگی به کیسش حکم مختلف. از من میگم من وکالت چیزیه که دوست دارم برم، ولی چه گفتش خیلی هنوز آگاهی ندارم که بتونم نظر محکمی بدم. پس همین حرفا میتونه کامل غلط باشه، که میگه این که هیچی نمیدونه بس ولش کن. ولی باش چیز کمی که دارم این که هم توی کانادا هستش، حالا ایران نمیدونم. کانادا جوریه که به سر ما داریم پارالیگال که هستش. ما دو مدل وکیل داریم، چیکار متوجه شدم. یه وکیل کامل، وکیلی کم چیزا میدونه. یه وکیل هست پارالیگال، یعنی وکیلی که امتحانش رو داده ولی همه امتحانش رو نداده، قراره که چند امتحان دیگه بده به اون وکالت کامل میرسه، میشه وکیل کوچولو، وکیل مینی، مثل پزشک عمومی و پزشک متخصص. دقیقاً. اوکی. ولی خب مثلا پارالیگال تو همه چیز میتونه باشه. مثلا شما 2 تا امتحان بدید، حالا یا چند تا امتحان، میتونید پارالیگال بشید و یکم توش باشید، امتحان دیگه بگیرید، مثلا بعد چند سال میشه وکیل اصلی یا وکیل شید به اصطلاح. و که چیزی که توی وکالت میشه خیلی چیز کرده که بخونه. کل وکالت اینه که شما چیزی رو بخونید و یاد بگیرید. یک مثلا میگم اصطلاح breach of contract یا شکستن قرار، کمپانی زده زیرش فسخ قرارداد. فسخ قرارداد. دقیقاً. حالا مثلا میگم اون کسی که پارالیگال هستش میاد تو، حالا اول توی دانشگاه شروع میکنه، بعد امتحانش رو بیشتر میخونه، آشنا میشه با کیس هاش، آشنا میشه و تمرین کردن با خوندن، با بعد از چند سال فکر کنم اگه کسی که بخواد به وکالت برسه 4-5 سال طول میکشه. 4-5 سال فقط خوندن. حالا شاید شما کیس بگیری و اگه شما مثلا کیس یک کسی که حکم مرگش صادر شده به شما نمیاد، برای شخص وکیل کامل میاد. پس یعنی اتفاقاتی که میتونه تبعات و اشتباهات بزرگ داشته باشه رو به صورت قانونی و به صورت عمدی به تو نمیدن. دقیقاً. و اتفاقات و کیس ها و پرونده هایی که در واقع پیامدهای کمتری رو داره میذارن برای افرادی که دقیقاً به قول شما پارالیگال هستن، وکیل کامل هستن، به اصطلاح میان کیسای سخت‌تر و مهم‌تر رو. ولی باز هم خب امکانش هست که شخصی که وکیل کامل هست اشتباه بکنه. 100% مثل پزشکی که ممکنه اشتباه بکنه، تبعات خیلی بدی رو خواهد میتونه یاد داشت. بگیره ولی در اون حد فقط. خیلی هم عالی.
خیلی خیلی از شما من ممنونم. مرسی تایم دعوت خیلی کردید. ممنون از شما. خوبی رو داشتیم کنار هم دیگه. همچنین. من که سیر نمیشم از صحبت کردن با همچنین. شما. واقعا لذت بردم. امیدوارم که شما هم توی خونه لذت برده باشین هر جا که هستین ما رو تماشا میکنین و خیلی ممنونم. مرسی تا برنامه دوستان. بعدی بدرود. فعلا خدا نگهدار. خدا نگهدار. Thank you.